أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازة. به درسته که برای متقیان فوز و نجاح است، رستگاری و رسیدن به مقصدهای نهایی است. عادتی قرآن همین است که کافران و مؤمنان، جنتیان و دوزخیان، بد و نیک پی هم ذکر میکند. از این پیشتر آیت‌ها در یاد داشته باشید اهل دوزخ پروردگار ذکر کرده بود. عذابی آنها چگونه است بیان کرده بود قدری. بعد در مقابل آن ترغیب کرده ایستاده است اهل ایمان را به تقوا و پرهیز وادار کرده ایستاده است. گفت برای آن کسانی که به تقوا هستند الله تعالی مفاز عطا میکند. مفاز یعنی که فائز گشتن به دست آوردن رضوان و خوشنودی و جنت پروردگار. حدائق و اعنابا. اکنون این مفاز عمومی کرده گوییم اگر رستگاری باشد، اگر در درون این رستگاری میلیون ها نعمت ها است که جزئیات دارد که و یا به گفتن به اتمام رسانده نمی شود، اما بعضی آن را همین مفاز در ذهنش چه چیزها وجود دارد، بعضی آن الله تعالی بیان کرده است که حدائق و اعنابا. برای متقیان رستگاری است که در داخل آن رستگاری حدائق و اعناب است. حدائق جمع حدیقه، یعنی باغ و بستان‌هایی که اطراف آن پیچانیده شده است و سیراب است. باغ و بستانی سرشار از آب زلال و تاک‌های انگور. از بین میوه‌ها و درخت‌ها که انمین انگور و تاکی آن که بسیار بین دیگر میوه‌ها به یک کرم دارد، شرافت دارد، یک بلند دارد، علایق قید کرد. با وجودی هزاران الوان نعمت و میوه‌ها وجود داشتنش، باز مخصوص بعضی میوه‌ها رو نام گرفته است که از اون همین انگور را گوناگون انگورهای در جنت وجود دارد. و کواعب اترابا. کواعب یعنی اینکه همون جفتهای اطراب، هم سن و سال، جفتهایی که برای اهل جنت خدا معین کرده است، هم سن و سالی مناسب و موافقی همدیگر هستند. و کأسا دهاقا. و کاسه های پر از شراب. و غیر از این که جویبارها و چشمه ها و آبهای گوناگون روان است، باز بر ضمن علاهده کاسه و پیاله و قدح‌هایی که باید به خودش خصوصیت خاص خودش دارد پر کرده شرابها را ریخته گذاشته شده است. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا. نمیشنوند در اون جنت لغو و بیهوده و نه دروغ را. شراب گفتم بعد شراب دنیای خوردگی ها سفسطه‌گویی برمی‌دارد، عقلش گم میکند، انسانیت و آدمگری از دست میدهد. اما این شراب جنت لذت بخش و روح بخش انسان هاست، حلاوت بخش جان انسان هاست، اما نه اینکه به سبب نوشیدن آن لغو و بیهوده‌گویی و سفسطه‌گویی میکرده باشند، دروغگویی میکرده باشند. جزاء من ربک عطاء حسابا. یعنی این منبر کرده که بعضی نعمت‌های جنتی که پروردگار ذکر کرد، این همچون جزا از جانب پروردگار است. عطایی حساب است. عطا یعنی بخششی کفایت کننده، یعنی اون مقدار عطایی میکند، بخشش میکند که
دیگر اهل جنت به کفایت میشوند، دیگر هیچ حاجتشون نمیموند برای زیاده طلب کردن. رب السماوات والارض وما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا. یعنی این بخشش و عطا از جانب پروردگارت که صفت این پروردگارت این است که آفریدگار آسمان ها و زمین است و آفریدگار تمام آنچه در بین آسمان و زمین است. دیگر صفتش این است که رحمان است. لا یملکون منه خطابا، مالک نمیشن از او خطاب را. یعنی اینکه فردای قیامت یگان کس جرأت به سخن کردن و گپ زدن ندارد نزد پروردگار. همین خیلی روزی پر حول و دهشت است که تمام بشریت و انسانیت به دهان خود مهر زده است، مجال و یارو و قدرت و توان گپ زدن ندارد مگر همون کسی که خدا اجازت سخن گفتن نتیاد. به مثل همون آیتی که یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه، روزی که می آید یگان کس سخن گفتن نمیتواند مگر به اذن اجازت پروردگار. کی به اجازت میتید؟ یکم به جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم و دیگر بعد جناب رسول الله به پیغمبران، صالحان، بزرگان، همون کسانی که به درگاه خدا نزدیک هستند، عزیز کردگان خدا هستند، انا همونها به رخصت میشد که به درگاه خدا یک سخن بگویند، طلب کنند، درخواست کنند، دعا کنند، خواهش کنند. یوم یقوم الروح والملائکة صفا، آن روزی است که قائم میشود روح و ملائکه صف صف. روح مراد یعنی حضرت جبرائیل علیه السلام. یعنی جبرائیل علیه السلام پیشتفی ملائکه ها هستند که قائم میشوند همونجا، بر پا میایستند و بعد حضرت جبرائیل دیگر هزار فرشتگان صف می‌بندند. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سخن نمیگوید مگر آن کسی که اذن دهد برای خداوند رحمان. و قال صوابا، نمیگوید سخن صواب را، یعنی سخنی هر چی خواهد نمیگوید، بلکه اجازت که شد، اجازت یافتگان سخنی میگویند که درست است و حق است. ذلك اليوم الحق. تا اینجا شما شنیدید بعضی از اوصاف قیامت را. نبادا شیطان دینتان به وسوسه کرده شما به شک و شبهه ناندازد. برای دفع همین شک الله تعالی گفت که ذلك اليوم الحق، آن روز بر حق است. البته می آید، شبهه نیست، باید یقین داشته باشید شما. لیکن یقین کردن و باور کردن به اون روز را الله تعالی مجبوری نفرموده است به کسی. چون دنیا امتحان است، مجبوریت که راه یابد امتحان خصوصیتش گم میشد. امتحان که باشد، در امتحان باید انسان ها به خواهش خودش حرکت داشته باشد، حرکتش رو نگاه کرده از امتحان یا میگذرد یا نمیگذرد. برای همین دعا مشهود که فمن شاء اتخذ الی ربه مآبا، پس کسی که بخواهد میگیرد به سوی پروردگارت بازگشت و راه را. کسی خواهد راه خدا را گفتگو میرد، کسی خواهد به قیامت ایمان نمیارد، کسی خواهد نمیارد. نه که ایمان نبیاری، اگر به حالتون خودت نکی نمیمانند. ایمان نآوردی، شک کردی، باور نکردی، تحقیق کردی، استهزا مسخره کردی، برای همین این خلاف الله تعالی گفت که انا انذرناکم عذابا قریبا، ما شما را بیم دادن استادیم، آگاه کرده استادیم، تنبیه کردیم از عذاب نزدیک.
این عذاب قیامتی که ما گفته ایستادیم نزدیک است. به نظر شما حاضر موقتا دورنماست، اما نهایت درجه نزدیک است. دیگر آیت کریمه به گفته بود که خداوند قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادلین. پرسید در دنیا چند مدت ایستاده؟ انسان ها جواب دادن که یک روز یا بعض یک روز یک قسمش. به نظر ما همین خیلی می نماید که به دنیا و حیات گذراندگی ما یک روز یا نیم روز است. برای این الله تعالی گفتی عذابم قریبا و شما ترسانده ایستادیم شما را از عذابی که نزدیک است. یا اینکه می شود همین عذاب قریب عبارت از مرگ بدانیم، چونکه مرگ سرشری آخرت است. در برابر وفات کردن یا عذاب سر میشد برای انسان یا راحت سر میشد. اگر شما قیامت های دور تصور کنید، حداقل مرگتان نزدیک تصور کنید. عقلش بودگی انسان مرگ بسیار نزدیک خیال میکند، چونکه دیده ایستاده است که ناخواست بسیار کسایی هست که ناخواست مرده میموند، یاش مرده میموند، جوان. خوفی مرگ این همه قبول دارد. مرگ نزدیک بودنش مؤمن کافر همه قبول دارد. مرگ که قبول داشته باشی بعد مرگ عذاب و راحت است. بعد یا راحت به تو نزدیک است که اون راحت داخل قبر است، یا عذاب به تو قریب است که اون عذاب یعنی از سرشری مرگ است. یوم ینظر المرء ما قدمت یده. ما شما را ترسانده ایستادیم از آن روزی که نظر میکند انسان آنچه که تقدیم کرد دو دستش، آنچه که پیش فرستاد دو دستش. مراد از دو دست یعنی تمامی وجودش. اساسی کارهایی که دست تکرار میشه برای این همه کاری آدمو میکردگیه دستت که تکراری کار گفته تعبیر کرده میشه. لیکن مقصد از آن تمامی وجودت، تمامی اعضایت کردگی کار ساخت. یعنی الله تعالی میگه اون روز میباشد که نظر میکند، میبیند، مشاهده میکند همه آنچه که انسان با دو دستش بلکه با تمامی اعضاهایش کرد، خواه ثواب کرد، خواه گناه کرد، همه‌ش نظر میکنید به شما عیان نشان میتونید که چه کارهایی نیک کردید، چه کارهایی بد کردید. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. در آن روز یک جهت دیگرش همین که و میگوید کافر ای کاش که من خاک میشدم. کافرها میگفتگی گپش در روز قیامت همین گپ بوده است، ای کاش که خاک میشدم که این روز نمیدیدم. عبدالله ابن عمرو روایت میکنن که روز قیامت وقتی برپا میشد و غیر انسان ها حتی دیگر حیوان ها و بهایم و پرنده و درنده و همه نمود جاندار ها زنده میشن. حتی بین همونها هم قصاص گرفته میشن. یا دیگریش همین دنیا به جور کرده باشه دیگر قصاصش میگرفته از اون حیوان های هم. گوسفند شاخدار به شاخ زده نیب کرده باشه دیگر فردای قیامت در اون گوسفند ضرب خوردگی همون زننده میزده سو علمش میگرفته است. چی مانده کن انسان ها هم تو مانده. حیوانی بیکام و زبانی به غیر مکلف اگر این خیلی حقاشون حقا داده و گرفته شود اگر انسان خیال نتوند که خلاص میشد. بعد همه قصاصش گرفته شده، حقی هیچ کس نماندن. بعد پروردگار امر میکنه است که خاک گردید. دیگر حیوان ها همه خاک به مبدل میگشتیم. اون حالت کافی دیده میفرست کاش که من همین خیلی خودی همین حیوان ها با این میشدم و خاک میشدم و این عذاب نمیدیدم. آرزوی و هوس میکرده است اما حیات که به این آرزوش نمیرسد.
در روایت دیگر آمده است که وقتی شیطان می‌بیند که انسان‌های مؤمن به چه سعادت و دولت رسیدن، بعد شیطان هم آرزو می‌کرده است کاش که منم به مثل انسان از خاک آفریده می‌شدم و همین خیلی مقام و مرتبه ها رو می‌رسیدم. من خودم آتش گفته آدم اخلاق شده گفته پسند نکریم، کاش که منم علابنه و همین خاک سیاه می‌شدم این خیلی حالت‌های میافتم گفته تأسف می‌خورده است. خاک را خار و تیره دید ابلیس، خاک را خار و تیره دید ابلیس، کرد این کارشان حسودی خسیس، ماند غافل ز نور باطنی او، نشد آگه ز سر کامل او. این شیطان آدم فقط همین جسم خاکیش نظر کرد و از وی نورانیتی که روح قلب او داشت از وی بیخبر ماند. بحری گنجی که هست در دل خاک، این صدا دادند در افلاک، که به جز خاک نیست مظهر کل، خاک شو خاک تا بیروید گل. و همین الله تعالی جلوگاهش همین آدم خاکی به مقرر کرده است. نظری رحمت کند همین انسان خاکی به نظری رحمت میکند. برای همین تو خاک باش تا از تو گل بیروید. سنگ شوی گل نمیروید. گل معرفت، گل نور و ایمان در صورت میروید که تو حقیقتا خاک باشی، خاک صفت باشی، یعنی بنده باشی. انا این بود مختصرا مضمون و معانی سوره مبارکه نبع. این سوره عمه میگن یا نبع میگن، دو نام دارد. ابی ابن کعب روایت میکنن که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند من قرأ عما یتساءلون سقاه الله بعد الشراب یوم القیامه. کسی که سوره عما یتساءلون را بخواند فردای قیامت از شرابی تشنه شکن او را می‌نشاند، سیراب میکند. یا ابوالدرداء رضی الله عنه روایت کردند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که تعلموا سورة عما یتساءلون، سوره عما یتساءلون یاد گیرید گفتند و باز یاد گیرید سوره قاف و القرآن المجید را و باز سوره و النجم اذا هوا و باز سوره و السماء ذات البروج، دیگر سوره و السماء و الطارق. این سوره ها یاد گیریتون گفتن در برابر دیگه سوره های یاد گرفتن. این ها با الواحد مخصوص تعیین کردن که سوره عمه، قاف و النجم و السماء ذات البروج و السماء و الطارق، 5 سوره تاکید گرفتن که همین یاد گیریتون. فإنكم لو تعلمون ما فيهن لعطلتم ما أنتم عليه وتعلمتموهن وتقربوا إلى الله بهن إن الله يغفر بهن كل ذنب إلا الشرك بالله. یعنی اگر همین سوره های نامبر شدگی اگر شما میدانستید که چه فایده ها دارد، همه کاراتون میموندیتون همین یاد گرفتن همین سوره ها رو مشغول میشدیتون. با خداتون همین سوره های خواندن که نزدیک میکردیتون. چون که این سوره های خوانیتون خدا همه گناه های میبخشد، به غیر از کفر و شرک دیگه همه گناه های میبخشد. برکتی همین سوره ها کتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفتند که یا رسول الله، موی های مبارکتان بعضی تارهای سفید پیدا شده است، پیری ظاهر گشته است. جناب رسول علیه السلام گفتند که من پیر کرد سوره هود، سوره واقعه و مرسلات و عما یتساءلون و اذا الشمس کورت. این سوره های تاثیرش که من پیر گشتم گفتند. برای چی؟ مضمون و مندرجه این سوره ها از همین اساس های روز قیامت خبر میدهد، از عذاب های پروردگار خبر میدهد که یقین کرده خواندگی آدم خواهد نخواهد تاثیری بزرگ
میرساند و متأثر میگردد و البته از خدای تعالی خوفش زیاد میگردد. الله تعالی همه ما و شما اهل قرآن، اهل علم، اهل تقوا گرداند و عمل گفتن به این گفته های مبارکه را به همه ما و شما نصیب و رضا گرداند.